سلام بچه ها، ما برگشتیم با ادامه لایو آموزشیمون. صورتشون کار شد، تکمیل شد، پست شد واسهتون. الان میریم سراغ میکاپ چشمشون. سلام. من تا جایی که سعی کنم سوالاتتون رو میپرسم، تا جایی که وقتمون زمانمون باشه حتما سوالاتتون رو جواب میدیم. ولی بچه ها سوالای تخصصی تر رو میتونین تو کلاسای مجازیمون شرکت کنین. معرفی محصول، ابزار و یه آرایش میکاپ 0 تا 100 و اونجا آموزش ببینین. ممنون، شما هم خسته نباشین. سلام. هزینه کلاسامون هم بگو که خیلی مناسبه. هزینه کلاسامونم قیمتش استثنائیه، 200,000 تومان. میتونین از امروز ثبت نام کنید برای 3 مرداد یک شنبه. 0 تا 100 یه میکاپ رو میتونین داشته باشین. عضو کانال تلگرامی ژینوس جون بشین و واسه همیشه اون فیلم آموزشی رو داشته باشین. خسته نباشین شما. ممنون. سلام بچه. صدا، تصویر اگه دیدین ایراد داره حتما به من بگین. لایو قبلیمونم سیف شد بچه ها، میتونید ببینید حتما. خانم فاطمه گفتن من عروس 10 تیر بودم، به شدت راضی بودم. مرسی ژینوس جون. خواهش میکنم. خدا رو شکر راضی بودیم. خانم مهسا هم گفتن هفته پیش هنرجوتون بودم، آموزشاتون عالی بوده. خوبی مهسا جون عزیزم. مرسی بچه ها، لطف دارید. شما هم خسته نباشید. سوالایی دارید بپرسید تا جایی که اجازه داشته باشیم، وقتمون اجازه بده حتما من میپرسم. عکس قبلشو و فیلم آماده شدنشو حتما بچه ها براتون میذاریم. الان این لایومون آموزشی هست و میتونید سوالاتتون رو بپرسید. خانم مرضیه گفتن کارتون رو خیلی دوست دارم، نه خیلی غلیظه نه خیلی اروپایی. مرسی، ممنون. بله ژینوس جون سبک خاص خودشون رو دارن. هزینه کلاس ها عزیزم 200,000 تومان هست. کلاس مجازیمون لایوش ذخیره میشه، عضو کانال تلگرامیمون میشین، فیلمش رو میتونید واسه همیشه داشته باشین. تمام محصولات، ابزارها تو کلاس معرفی میشه براتون، اصلا نگران نباشید. سایه‌ای که دارین استفاده میکنین چه برندیش؟ گفتم پلکایی که افتاده است چه نوع سبک سایه‌ای براش مناسبه؟ کلا برای چشمایی که یا پف داره یا بوده سعی کنید ساده ترین سایه رو انتخاب کنید. یه گوشه تیره، نه که حالا صرفا مشکی، منظورم گوشه تیره یعنی سبکش گوشه تیره باشه. خیلی سایه مدلدار نزنین و افکت خاصی ندین چون ایرادا رو بیشتر نشون میده برای چشمایی که خودشون یه ذره مشکل داره. مرسی عزیزم. برای اطلاع از قیمت‌های عروس و میکاپمون دایرکت پیام بدین. آموزش مجازیمونم 3 مرداد استوریشو رد می‌کنیم، تبلیغاتشو استوریشو حتما میذاریم بچه‌ها. گفتن این نوع آرایشی که انجام میدید مناسب عروس خانوما هسته؟ بله. این تقریبا مناسب هر چشمی هست چون یه گوشه تیره ملایمه. بله مرسی. گفتن چرا بعضی موقع کرم پودری که میزنیم میماسه رو صورت؟ خاطر اینکه توجه به زیرساز پوست نمی‌کنین، یا پوست چربه و یه محیط چرب شما دارین کرم پودر چرب رو میزنین،
و خوب فیدش نمی کنین. و دومین نکته اینه که حتما باید بعدش با پودر فیکس خشکش کنی که کرم پود نماسه. بله مرسی جینوس جون. براشی که استفاده میکنیدم گفتم معرفی کنید. ببینیم بهترین براش برای فید سایه 217 مکه. البته یه براش متفرق است که اینو تازه گرفتم، اینم خوبه، ولی خب اصلی ترین براش 217 مکه. مرسی. گفتن کرم میبلین اصلش گیر نمیاد، میتونید بله. راهنمایی کنین؟ ببینیم بعد از اینکه همین تحریما شد کلا خیلی از اجناس وارد نشد. خب میبلین هم جزو یکی از اونا بود. ما هم هرچی داریم از قبل داریم، اینه که تهیهش الان یه خورده مشکله. مرسی. حالا جایگزین میبلین گفتن چی میتونیم دیگه استفاده خودش کنیم؟ میبلین جزو قیمت‌های پایینه در واقع، دیگه باید با همون بسازیم دیگه. چون خود میبلین جزو برندایی که جایگزین برندای قویه. جینوس جون یه بار دیگه آموزش مجازیتون رو میگین چجوریه؟ ببینین آموزش مجازی ما همونطور که الان دارین میبینین، الان یه آرایش کامل رو بهتون نشون دادیم. حالا تو لایو قبلی پوست رو کار کردیم، الان رو سایه یه آرایش کامل که شامل کانتورینگ، سایه چشمه، هاشور ابروه کامل میبینین، یعنی یه عروس کامل. مرسی. خانم آناهیتا گفتن من خودم میکاپ آرتیستم و تو پیجم آموزش میدم، اما واقعا عاشق کارهای جینوس جونم و خودم هم روز عروسیم عروس جینوس جون بودم. مرسی از لطفتون، تشکر. عکسامو میبینم کیف میکنم. خدا رو شکر. ما هم از رضایت شما خوشحال میشیم. مهناز عزیز هزینه آموزش مجازیمون 200,000 تومان هست. گفتن برای پوستای چرب یه کرم پودری که روزانه بشه استفاده کرد معرفی کنید. اورئال خوبه، میبلین هم خوبه، فورور هم خیلی خوبه. مرسی. مرسی بچه ها، لطف دارید، ممنون. همه تعریف کردن از کارتون جینوس جون. متشکرم. بچه ها لایو رو سیو میکنیم حتما. سوالای تکراری هم که پرسیدین من سعی میکنم نپرسم، چون اول لایوم پرسیدین چند بار، ولی بازم میگم برای سوالای تخصصی ترتون میتونید کلاس 3 مرداد ما رو شرکت کنید و ریز به ریز نکات اونجا گفته میشه، ذخیره میشه. معرفی محصول داریم، معرفی ابزار داریم، اصلا نگران نباشید. کانسیلر میتونید معرفی کنیم واسه خودشون که استفاده کنن روزانه؟ میبلین بهترین کانسیلر سبکه که میتونی روزانه استفاده کنی. فورورم خیلی خوبه، یه ذره پوششش بیشتر از میبلینه. مرسی. بله مهناز عزیز، لایو آموزشیمون که 3 مرداد 0 تا 100 هست. یه میکاپ کامل از پوستسازی، آرایش چشم، موژه گذاری، هاشور ابرو، همشو اونجا میتونید آموزش ببینید. گفتم پودر فیکس فلورمارک خوبه جینوس بله جون. پودر فیکس فلورمارک رنگش خیلی مناسبه. بچه خط چشم و رژگونه رو من تو لایو قبلی پرسیدم از جینوس جون، معرفی کردم، لایوم ذخیره کردم براتون، میتونین ببینین سوالایی که دارین اونجا جوابشو به دست بیارین. بله عزیزم، آموزش 3 مردادمون مجازی هست. پیج آموزشیشون کسایی که ثبت نام کنن اکسپت میشن اونجا
میتونن استفاده کنن. حتما قبل و بعد کار رو براتون میذاریم، انتهای کار رو حتما میذاریم. جنوس چون بازدید عروس دارین این هفته؟ بازدید عروسمون بعد جمعه بین ساعت 12 تا 2. بله مرسی. گفتن محصولات رو فقط میتونیم از تهران خرید کنیم؟ نه هر جایی ما پیج رو معرفی میکنیم براتون ارسال میکنم. بله مرسی. برای هاشور ابرو قلمتونم بی زحمت نشون بدید. نشون میده. بله مرسی. بچه هزینه کلاسای 3 مردادمون 200,000 تومنه. کسایی که خواستن ثبت نام کنن دایرکت پیام بدن، من براشون شماره حساب جنوبجون رو ارسال میکنم، بعد فیششون و عکسش رو واسه ما بفرستن، ما تو پیج آموزشیمون اکسپتشون میکنیم. لایو اونجا ذخیره میشه، ابزارها معرفی میشه، نکات ریز به ریز گفته میشه، اصلا نگران نباشید. جینوسشون دوباره پرایمر خواستن معرفی کنین. پرایمر قیمت مناسب اورئاله مرسی. که برای انواع پوست میتونین استفاده کنین، ولی اگر یه پوستی خیلی خشک بود حتما باید زیرش یه مرطوب کننده که چربیش خیلی کم باشه اونو بزنین، بعد خوب ماساژش بدین به خورده پوست بره، بعد روش پرایمر رو بزنین. وگرنه پرایمر برای پوستایی که خیلی خشکه به تنهایی خیلی کاربردی نیست. عطیه عزیز برای کلاس حضوریمون دایرکت پیام بدید، راهنماییتون میکنیم. جینوس جون لنز خوب میشناسین؟ بهترین برند لنز دهبه که هم روزانه داره، فصلی داره و هم دائمی. مرسی. بچه کلاسای مجازیمون هم به درد همکارایی میخوره که میخوان آپدیت بشن، هم به درد کسایی میخوره که 0 تا 100 میخوان آموزش ببینن، و هم به درد کسایی میخوره که هیچ زمینه‌ای ندارن، چون یه آرایش 0 تا 100 که به صورت تخصصی و ریز به ریز نکات گفته میشه. محدودیت نداره که ما بگیم فقط مخصوص کساییه که این شرایط رو دارن. همه کسایی که دوست دارن میتونن شرکت کنن. گفتن براشی که برای زیر چشمشون استفاده کردین چه برندیه، چه شماره این یه براش خیلی قدیمیه، من از قدیم داشتم که دیگه متاسفانه دیگه برندی هم روش دیگه مارکایی نداره، ولی بهترین براش برای زیر چشم نه خیلی تخت باشه که خیلی سایه رو خطی کار کنه، نه خیلی پخش باشه. این به مناسب ترین حالت براش زیر چشم. مرسی. عزیزم برای قیمت میکاپ و میکاپ های عروسمون میتونین دایرکت پیام بدین، براتون ارسال میشه. گفتن برای کلاس 3 مرداد تا کی وقت داریم که ثبت نام ما از کنیم؟ 25 تیر تازه اعلام میکنیم، یعنی استوریش رو رد میکنیم، شرایطش رو همه رو عنوان میکنیم، از اون موقع میتونه ثبت نام کنیم. از 25 تیر شروع میکنیم تبلیغات. مرسی. گفته پوستم خشکه، یک کرم پودری میخوام که روزانه استفاده کنم. پوست خشک حتما باید زیرش کرم مرطوب کننده قوی بزنید، قشنگ ماساژ بدین به خورد پوست بره. دیگه خیلی خودتون رو درگیر برندش نکنید. پوست رو اگر آماده بکنین دیگه فرقی نمیکنه که چی استفاده بکنین. ولی میبلین و اورئال جزو کرم پودرهای روزانه خوبه. فورور هم البته همینطور.
گفتن میکاپ رنگ صورتی رو پیشنهاد میدیم برای عروس؟ بله، ما خیلی اتفاقا از رنگ‌های صورتی استفاده میکنیم، چون هم یه رنگ لطیفیه، همینم که الان خیلی هم مده، همه دوست دارن. جینو چون ضد آفتاب خوب سراغ داریم. ضد آفتاب خوب. حالا من چون خودم همیشه ضد آفتاب نمیزنم خیلی نمیدونم حقیقتا. فکر کنم باید به داروخانه مراجعه کنم. گفتن قلمی که داریم باش خط چشم کشیدن. گراف هم داره این سایز. البته این گراف نیست، اما 3-0 گراف هم مناسبه. بله، با آکوهای مشکی دارن میکشن خط چشمشونو. اگر که با آکوا میخوایم کلا خط چشم رو بکشیم، گریماس بهترین آکواه که هم مشکیه، همین هم که خیلی راحت و روونه، باهاش خیلی آسونه. گفتن خط چشم میبلین رو با محلول ترکیب میکنیم؟ نه، خط چشمای ژله‌ای رو که خودش با دوامه رو ضد آبه بدون آب بعد استفاده بکنیم. حالا الان برای گوشهای چشمشون، چون گوشه های چشم با آکوا نمیشه کار کرد، چون خیس میشه و بیس آکوا چون آبه، ما براش رو توی آب میزنیم و میزنیم تو آکوا، اینی که کلا با اشک چشم ترکیب میشه. برای گوشه های چشم اصلا مناسب نیست. ما گوشه های چشم رو از خط چشم ژله‌ای ضد آب استفاده میکنیم کلا. مرسی. مثلا تو کلاس های آموزشیتون موژه گذاری هم یاد میدین؟ تو لایوامون به خاطر اینکه خیلی تایمش طولانی میشه موژه یه سره میذاریم، چون اون خودش نیم ساعت 45 دقیقه طول میکشه، اینه که وقت کلاس خیلی گرفته میشه. ولی خب تصمیم دارم که یه پستی رو آماده بکنم برای موژه گذاری، موژه دونه‌ای جدا از لایو اون روز، که اونا بزنم برای کسایی که کلا توی موژه گذاشتن مشکل دارن کامل بتونن ببینن. بله، مرسی. ببین این قسمت های گوشه چشم و خط چشم ژله‌ای حتما باید استفاده کنیم، این از برند مکه. بله، مرسی. گفتن امروز میتونم بیام برای بازدید عروس؟ جمعه بیان بهتره. اگر تایم دارن جمعه بین 12 تا 2. اگه امروز خواستن بیان امروز تا 1 بیان. کامل شده، همه میکاپ هست، میتونن ببینن. گفتن چطوری میشه که پوست رو کار کردین بعد سایه رو پوست کثیف نشده؟ ببینین اگر که کلا حین میکاپ خیلی عادت دارین که دست رو صورت مشتری بذارین، شما اول چشم کار بکنین، ولی اگر نه میتونین دستتون کنترل شده باشه که خیلی روی پوست نذارین، میتونین کار پوست رو انجام بدین بعد برین کار چشم انجام بدین. اون دیگه بستگی به عادت خودتون داره. ولی اگه تمیز کار کنین برای پوستش مشکلی پیش نمیاد. بله، مرسی. عزیزم تو پستایی که ژینوشون دارن صورتایی هست که جوش داشتن و ایشون کار کردن، میتونید پستاشون رو ببینید. ببین عزیزم، برای پوستایی که جوش داره شما میتونید از کانسیلر رنگ سبز اون نقاطی که جوش داره نقطه‌ای به صورت نقطه‌ای میزنین، فیدش میکنین، بعد میان کرم پودرش رو روش میزنین. این برای پوستایی که جوش داره. برای کسایی که پوستشون رنگش کبوده، البته اگر کانسیلر تارت استفاده میکنین زیر چشم احتیاجی به کانسیلر نارنجی نداره، چون خود تارت پوششش خیلی زیاده. ولی در غیر این صورت اگه خواستین کبودی رو بگیرین از رنگ نارنجی این استفاده میکنین. نقاطی که کبوده زیر چشم، بعضی هم اطراف لبشون کبود رنگش، میتونن از کانسیلر نارنجی بزنن، قشنگ با دست فیدش بکنن، چربیشو بگیرن، روش کرم پود بزنن. بله، مرسی.
برای این قسمت چشم به هیچ عنوان از آکوا استفاده نکنید، چون با اشک چشم ترکیب میشه و همه آرایش به هم میریزه، مخصوصا برای کسایی که لنز میذارن چشمشون یا چشمشون حساسه یا اشک از چششون میاد، به هیچ عنوان از خط چشم آکوا استفاده نکنید. بچه من حتما لایو امروز رو براتون ذخیره میکنم. کانسیلر قرمز دارین جینوس جون؟ نارنجی برای گرفتن کبودی. بله. بچه سوالای تخصصی ترتون رو تو پیج آموزشیمون میتونین داشته باشین، چون الان جینوسشون در حین کارن، ریز بریز و تخصصی متاسفانه نمیشه جواب بدیم. ما باز تا جایی که بشه من سوالا رو میپرسم، اما برای اینکه سوالاتون تخصصی تره و اینکه به جواب برسین تو کلاسای مجازیمون شرکت کنید. 0 تا 100 یه میکاپ براتون گذاشته میشه، معرفی محصول داریم، معرفی ابزار داریم، پیجای معتبری که میتونید ازشون خرید کنید و حتما بهتون اونجا معرفی میکنید. میتونید شرکت کنید. هزینه کلاس مجازیمون هم 200,000 تومنه. عکس قبل میکاپشون هم حتما توی پست دیگه میذاریم براتون. جینوس چون کلاس خودآرایی داریم؟ خودآرایی نه، دوست داریم برگزار کنیم، منتها انقدر کارآموز و مشتری زیاده حقیقتا به خودآرایی دیگه نمیرسیم. چسب موژه خوب معرفی میکنی جینوس جون؟ چسب موژه یه سره حتما باید چسب سفید باشه. هم میتونید از همین در قرمزا که تو بازار هست از اونها استفاده کنید، چون کلا خیلی تنوع نداره چسب بیرنگ. یا میتونید از چسب گیریماس استفاده کنید. چسب بیرنگ گیریماس هم برای موژه دونه‌ایه هم برای موژه یه سره، چون بعد از اینکه کار میشه بیرنگ میشه. ولی من خیلی چسب مشکی رو بهتون پیشنهاد نمیکنم، چون اگر حین کار موژه دستتون بیفته، حالا موژه دونه‌ای بیفته روی سایه رو خراب میکنه، یعنی هیچ راه برگشتی نداره. اما چسب بیرنگ رو میتونی قشنگ موژه رو برداریم و اون چسب هم قشنگ برداشته میشه روی سایه، یعنی که هیچ مشکلی پیش نمیاره. بله مرسی. ژل ابرو خواستن معرفی کنید. ببینید عزیزان این که زدیم البته لیفت ابرو بود، ژل ابرو نبود. و این دو نوع هست، این صابونیشه، بعضی هم هست که روغنیه، هر دو تاش هم خوبه. ولی کلا صابونای لیف یا کلا حالا ژلش هم همینطور سفیدک رو داره، اینه که خودتون باید کنترلش کنید. یعنی وقتی میزنید با یه براش تمیزتر سفیدک ها رو بگیرید. مارک فلوره. بله مرسی. گفتن محصولات گیریماس از کجا میتونیم تهیه کنیم؟ پیجش رو براتون تگ میکنیم، میتونید تهیه کنید. ولی فروشگاه ژانویه که تو منوچهریه کلا خودش نمایندگیشه، میتونید از اونجا تهیه کنید. مرسی. بچه‌ها برای اینکه تو پیج آموزشیمون بتونید اکسپت بشید، بعد از اینکه مبلغ رو واریز کردین عکسش رو بفرستین دایرکت، بعد میتونید عضو پیج آموزشیمون بشید. کانتور چپ چی معرفی میکنی جینوس جون؟ هم آناستازیا خوبه، همینم که برند این برند رو استفاده میکنیم، الهه حاجی آوا. بله این جزو کانتورهای خوبه.
مرسی. بله عزیز. عزیز. رو به کسایی که در مورد کانتور چرب سوال میکنن بگم. ببینید برند خیلی مهم نیست، مهم نوع کاره. هدف از کانتورینگ ایجاد تیرگی و روشنیه که اونو میتونید با هر برندی، یعنی حتی یک کرم پودر خیلی تیره هم میتونه براتون اون تیرگی رو ایجاد بکنه، اون کانتور رو. اینه که خیلی خودتون رو درگیر برندش نکنید، اون برند برای شما خیلی کار انجام نمیده. اون فید و این که سر جای واقعیش کانتور رو انجام بدید اون براتون مهمه. مرسی. بله بچه‌ها، تو همین دایرکت، همین پیج ژینوچون میتونید عکسای فیشتون رو ارسال کنید و بعد عضو پیج آموزشیمون بشید. قلم هاشورتون رو خواستم. قلم هاشورم یه قلم سرکجه که هم برند مک اینو داره، این یه برند متفرقه است، ولی کلا باید اینجوری باشه، به این شکل باشه، خیلی نوکش تیز و تخت باشه. البته من قبلا هم براشه 3-0 هم میزدم، ولی سرارم مثلا میتونید با این استفاده کنید. اینم عادتیه، بعضیا با قلم نازک هاشون میزنن، بعضیا با سر تخت. اون دیگه به بستگی به عادت خودتون داره. مرسی. بچه‌ها تک تک قلمایی که کاربرد داره ما تو پیج آموزشیمون حتما براتون معرفی میکنیم. اینجا به خاطر محدودیت زمانی نمیتونیم این کار بکنیم. کلاس آموزشیمونم، آموزش مجازیمون 3 مرداد یک شنبه هست. ساعتش و روزش دوباره تو استوریا حتما گذاشته میشه، حتما اطلاع رسانی میشه و کسایی که خواستن میتونن شرکت کنن. هم به درد همکارای عزیزی میخوره که میخوان آپدیت بشن، هم به درد بچه‌هایی که بالاخره تجربه کاریشون کمتره و کسایی که دوست دارن نکات ریز یه میکاپ 0 تا 100 رو بدونن. با آکوا داریم میزنیم عزیزم. با آکوا دارم میزنم. یه نکته هم در مورد هاشور ابرو بهتون بگم. ابرو رو که میخواین هاشور بزنین، اول این قسمت پایینش رو هاشور بزنین، یه خط صاف فرضی رو در نظر بگیرین، هاشورتون رو منظم بزنین. چون وقتی که این براش رو تو آکوا میزنین و میخواین تا این انتها بکشین، چون با موی ابرو درگیره، آکوا و آب این خشک میشه، هیچی به نوک ابرو نمیرسه. شما اول باید این جدا زیر ابرو رو کار کنین، بعد برین سر و مدل بدین، چون این طبیعتاً به اینجا چیزی نمیرسه، به اینجا برسه پراکنده میشه، یعنی یه خطای منظمی رو بهتون نمیده. بله مرسی. عزیزم برای ثبت نام کلاس مجازی دایرکت پیام بدید، شماره حساب براتون ارسال میشه. البته بهتره صبر کنن استوری ما که رد شد، اون موقع اقدام کنن به ثبت نام. از 25 تیر به بعد میتونید ثبت نام کنید که حتما استوریاش گذاشته میشه و تا 3 مرداد که کلاس برگزار بشه. گفتن آموزش امروزتون خیلی مفید بود، ممنون. خواهش میکنم از این بعد سعی میکنم که براتون تون لایوهای آموزشی بزنم. گفتن کانسیلر سبزی که میزنیم با کرم پودرمون مخلوط میشه. نه مخلوط نمیشه. اگر که نقطه‌ای استفاده کنی، اگر نقطه‌ای روی جوش استفاده کنی بعد کامل فیدش کنی، یعنی چربیشو بگیریم روش کرم پودر بزنی، دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. مرسی.
موجه‌ای که استفاده میکنین چه برندیه؟ ببینید موجه تیریدیه، از یه پیجی هم هست که براتون تگ میکنیم، موجه عیار اسمش. ببینید موجه‌های خیلی طبیعی و خوب داره، نمونه هاش تو پیجش هست، یعنی رو چشم گذاشتن. خودمون هم چند تا نمونه کار تو اون پیج داریم، از همین موجه استفاده کردیم، از اونجا میتونن بخرن. گفتن لنز رو قبل میکاپ بذاریم بهتره یا بعدش؟ نه، لنز رو قبل از میکاپ بعد بذاریم، چون بعد از میکاپ آرایش خراب میکنه، مگر اینکه خود مشتری خیلی تسلط داشته باشه خودش بذاره. ولی در غیر این صورت باید حتما قبل از میکاپ باشه. بدون که خوش. گفتن چسب موژه گیریماس ضد حساسیته؟ بله، کلا محصولات گیریماس زیادیه ضد حساسیتی. خیلی هم چسب محکمه، یعنی اگر که مشتریتون خواست موژه دونه‌ای بذاره، اگر از این چسب استفاده کنید دوامش خیلی زیاده. بله. پرسیدن که بعضیا به آرایش چشم حساسن، سری چشمشون قرمز میشه، از چی میتونیم؟ اولا قبل از میکاپ میتونید قطره چشم بریزین برای چشمای حساس. ولی یه نکته هم باید رعایت بکنید برای کسایی که چشمشون حساسه، خیلی سریع کار بکنید، چون وقتی به مشتری تایم طولانی میگین چشتو باز کن، حتی اگه یه چشمی حساس نباشه هم نسبت به نور حساس میشه. اینه که سعی کنید وقتی که زیر چشم کار میکنی اون موقع چون مشتری باید چشمشو باز کنه خیلی سریع کار کنید که اشک مشتری نیاد، کار خودتون خراب نشه. مرسی. گفتن که عروس خانم‌ها قبل از آرایش میکاپشون میتونن پاکسازی پوست انجام بدن؟ متوجه نشدم. گفتن که عروس خانم‌ها قبل از اینکه بخوام بیان میکاپ بشن میتونن پاکسازی پوست انجام بدن؟ پاکسازی پوست آره، ولی در حدی که فقط یه رطوبت به پوست بده. اگر که خیلی بخوایم با پوست ور بریم، چون ممکنه بعضی از پوستا حساسیت نشون بده، اینه که بدتر برای روز عروسی به جای اینکه بهتر بشن پوستشون حساس میشه و بدتر میشه. اینه که اگرم میخوان کار پوست انجام بدن، یه کار خیلی سبک در حدی که فقط رطوبت بدن به پوست، این کارو میتونن انجام بدن. قطره چشمی که گفتین چه قطره چشمی استفاده کنیم؟ گفتن گاهی وقت کرم پودری که میزنن پوستشون پوسته میشه. خب این از خشکیه دیگه، وقتی پوست خشک باشه روش کرم پودر بزنید طبیعتا پوست میشه. حتما باید زیرش مرطوب کننده بخوره که پوست آماده بشه برای کرم پودر. نه عزیزم، ما کرج نیستیم، ما تهران هستیم، شهرآرا. بله، کاراکتر سبز و نارنجی رو بهتره که با دست فید کنید، نه با بلندر، و خیلی ضربه‌ای و آروم. گفتن سایه‌ای که الان استفاده کردین چه برندی بود؟ این آخریه، اینم مورف بود، چون تو اون یکی پالتش مشکی نداره، من از این یکی پالت مورف استفاده کنم که مشکی داره. مرسی.
بله بچه ها حتما انتهای کار رو براتون میذاریم. امروز بازدید عروس ندارن ژینوس جون. جمعه ساعت چند بود؟ 12 تا 2. 12 تا 2. گفتن کسایی که صورتشون خیلی چربه و عرق میکنن خوبه که پاکسازی قبل میکاپ انجام هیچ بدن. تأثیری نداره، کلا ژنتیک پوستشون چربه. میتونن میکاپ که میکنن بالا نگاه کنید پودر فیکس خیلی بزنن، اون خیلی جلوی چربی رو میگیره. مرسی. گفته که من تو آبادانم کرم پودر هدا بیوتی استفاده میکنم ولی باز اونم زود میریزه از صورتم. خب به خاطر که اونجا خیلی خیلی گرمه باعث میشه که زود آرایش خراب شه. همون پودر فیکس رو که زیاد بزنن آرایش فیکس میشه. بذارید من طریق استفاده از پودر فیکس رو برای کسی که پوستشون خیلی چربه بگم. حالا الان چون میکاپ شده من نمیتونم پودر فیکس بزنم. ببینید بعد از اینکه کرم پود میزنیم پودر فیکس رو غلیظ، پودر فیکس بیرنگو میزنیم به این پر، اینجوری قشنگ فشار میدین بره به خورد پوست. چندین بار این کارو تکرار میکنیم، مخصوصا این گوشه ها، جاهایی که خیلی برق میافته با پودر فیکس خیلی زیاد میتونیم جلوی چربیشو بگیریم. و کسایی که پوستشون چربه سعی کنه رو بینیشون و چونهشون هایلایتر نزنین، چون خودش چون یه حالت براق میده با چربی پوست هم مخلوط میشه، آرایش کثیف به نظر میاد. سعی کن خیلی اون قسمت رو هایلایتر نزنین. بله مرسی ژینوس جون. برای داخل چشم که میخواین روشن کنین اگر از مداد به تنهایی استفاده کنین هر مدادی با اشک چشم ترکیب میشه و اون سفیدی رو خیلی زود از دست میده. ولی اگر با یه کانسیلر جامد، کانسیلری که خیلی شل نباشه، مدادتون داخلش بزنین خیلی کم داخل چشم رو سفید کنین، این سفیدی تا تایم طولانی میمونه، با اشک چشم ترکیب نمیشه. مرسی. خانم سودابه عزیز گفتن من لندن زندگی میکنم، عاشق کارهای ژینوس جونم و همیشه ایشون رو دنبال میکنم. گفتن پودر فیکس خوبه یا اونایی که اسپری هستن؟ نه پودر فیکساتور فقط آرایش ثابت نگه میداره، اما پودر فیکس تمام منفذا رو میبنده که چربی و عرق پخش نکنن توی پوست، ولی فیکساتور به تنهایی این کارو نمیکنه. بچه برای هزینه عروس و همراه های عروس که پرسیدین دایرکت پیام بدین. گفتم پودر فیکسی که گفتیم به درد پوستای خشکم میخوره. بله برای پوست خشکم خوبه کمتر بزنید، اما برای پوستای چرب و معمولی خیلی بزنید. المیرای عزیز گفتن کارتون حرف نداره ژینوس. مرسی عزیزم، ممنون، لطف دارین. بله لایو امروزمونم حتما سیو و ذخیره میشه. بچه ما دیگه کم کم بریم، ژینوس جون کارشون تموم بشه انتهای کار رو حتما براتون میذاریم. بله لایو هم سیو و ذخیره میشه. گفتن پنکیک میتونیم جای پودر فیکس استفاده کنیم؟ پنکیک خیلی باید کم استفاده کنین. الان اگه دقت کرده باشین ما اصلا پنکیک استفاده نکردیم، به خاطر اینکه پنکیک هم خودش یه قطری داره که روی کرم پودر میاد، باعث میشه که پوست خیلی کلفت به نظر بیاد و خیلی چرب بشه. پودر فیکس رنگی نداره، در ضمن خیلی هم نازکه، از اون میتونه استفاده کنه. فقط جاهایی که جوش داره بعد از که کانتور میکنی اینجا که خب تیرگیه،
اینجا هم همینطور. این دو قسمت میمونه و اینجا اگر که دیدین احساس کردین که کاور نشده، اون موقع میتونه این قسمت ها رو فقط پنکیک بزنید. به هیچ عنوان هم زیر چشم و برای خشک کردن از پنکیک استفاده نکنید چون چروک میشه. بله دوست عزیزی هم گفتن به جرئت میتونم بگم ژینوس جون یکی از میکاپ آرتیستای فوق العاده است. خیلی ممنون از لطفتون. مرسی که امروز منو انقدر خوشحال کردین. مارک مدادی که دارین استفاده لچیکه. میکنین لچیک مال ترکیه است. هم خیلی روونه، هم داخل لب میتونین بزنین برای زیرساز رژتون، هم خیلی با دوامه. همینم که رنگای خیلی قشنگی داره. بچه سوالای تخصصی ترتون رو میتونین تو پیج آموزشیمون بپرسین. 0 تا 100 میکاپ و نکات ریزش گفته میشه، محصولات معرفی میشه، ابزارها معرفی میشه، پیجای معتبری که میتونید ازشون خرید کنید اونجا هایلایت میشه. میتونید عضو کانال تلگرامی آموزشی ژینوس جون باشید. از 25 تیر به بعد حتما استوری میشه، حتما اطلاع رسانی میشه تو استوریا و میتونید ثبت نام کنید. گفتن کلاسای آموزشیتون به درد کسایی که چند سال سابقه دارن هم میخوره. ببینید کلاسای آموزشیمون هم مناسب کساییه که میخوان خودآرایی یاد بگیرن چون 0% یه میکاپ اونجا گفته میشه، هم برای کسایی که میخوان آپدیت بشن چون نکات زیادی توش داره. ممکنه که خیلی خب چند سال کار میکنن اما یه نکته میتونه براشون خیلی کاربردی باشه. مثلا کسای کارآموزایی که میان برای آپدیت، خب مداد داخل چشمو همشون میزنن برای روشن کردن چشم، همین مشکل رو دارن که چرا بعد از مثلا یه سال یا اصلا هنوز عروس نرفته داخل چشمش دوباره برمیگرده به رنگ اول. خب این که تو کانسیلر میخوره خودش یه نکته است. یعنی منظور اینه که تو هر آرایشی یه نکته هم اگه بگیرن میتونه خیلی کاربرد داشته باشه توی میکاپشون. بچه ما دیگه کم کم بریم تا انتهای کارمون رو حتما براتون میذارم. تقریبا کارمون تموم شده ولی خب حتما انتهای کار رو براتون میذاریم. ببند چشتون. حتما انتهای کار رو میذاریم بچه ها. ژینوس چون خسته نباشین. خیلی ممنونم. فعلا خدا نگهدار.